سلام به دوستان خوبم، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. یه تکنیک روز جمعه برکت طلایی داریم که خیلی راحته ولی اثرات معجزه‌آسایی توی زندگیتون داره. وسایلش گلاب، زعفرون، خلال دندون و کاغذ سفیده که با وضو و با لباس سفید روز جمعه وقتی که زعفرون رو با یه مقدار گلاب قاطی میکنید، موقعی که دارید انجامش میدید میگید من این مایه طلایی رو به نیت رزق و روزی و ثروت پاک فعال میکنم. خداوند ثروت بیدرنگ و بی‌نهایت به سمت من جاری میکند. وقتی که زعفرونتون دم کشید، روی کاغذ سفید می نویسید این 3 جمله رو و با انرژی مثبت و با انرژی دریافت و برکت می نویسید. ثروت الهی بی وقفه وارد زندگی من می شود. من لایق فراوانی و آسایش و رزق حلالم. از این لحظه درهای برکت برای من باز است. و 3 بار آیه یا فتاح یا وهاب ارزقنی واسعا حلالا طیبا رو تکرار میکنید و این رو به تعداد نفرات خانواده میتونید بنویسید، به تعداد کسایی که دوستشون دارید میتونید بنویسید، ولی هر بار باید این مراحل رو طی کنید تا انرژیش فعال بشه. مانا باشید و پربرکت.